آقا یه برادر تاجیکستانی من که فکر میکنم که ایشونم همین توی اینستاگرام هستن و اینا، مثل این که اومده جلوی خونه یه ویدیو گذاشته که ما برادرای تاجیک تو رو دوست داریم و برای تو یه چیزی آوردیم، یه کادو برای من آوردن، یه چیز تاجیکی برای من آوردن. یه جایی دیدم، الان حضور ذهن ندارم. اون برادر من که اومده بود دم در خونه، اسمشم نمیدونم چی بود، چند بار اومده بودی اینجا به من یه چیزی کادو بدی، از تاجیکستان اومده بودی، به من گفتن از تاجیکستان اومده. برادرای تاجیک من نبود اینجا همینجوری برن، برادرای تاجیکستانی من، خواهرای تاجیکستانی من دیدم شما منو فالو میکنین، فدای شما من بشم، جیگر شما رو من برم. من با بچهای افغانستان خانه یکی هستیم، یعنی سفره یکی هستیم. ایران هم که دیگه خب هر جا برم با خودمون میام دیگه، ما ایرانی ها با هم هستیم. آره، برادرای تاجیک، خواهرای تاجیک من، خیلی به من لطف دارین. من عاشق زبان زیبای فارسی اصیل شما هستم و امیدوارم یه روزی بتونم فارسی رو انقدر زیبا و روان و شسته و رفته و زیبا از تمام قلبم فارسی صحبت بکنم و یه سری کلمه‌های عربی که اینا در وجود ما تو این چند سال کردن و از ذهنم پاک بکنم و از ته قلبم فارسی صحبت بکنم. میگم عمو کجا هستی تو؟ من چند بار اومدی دم در، آمار تو من دادن، نمیخوام ناامید بری. کجایی؟ برادر من، برادر تاجیکستانی من که هلوش میگفتن 700-800 هزار تو فالوور داری، هم تاجیکستانی دوستت دارن. چند بار اومده بودی گفتن یه چیزی کناف، نمیدونم، یه چیز تاجیکستانی که مال تاجیکاست میخواستی برای من بیاری اینجا، به من آمار دادن دور و بر خونه من. فردا هم اینجا بپلک داداش من ببینمت. میگن چند بار اومدی، میگن چند بار اینجا نشسته بودی، عکستم برای من فرستادن، یه کیفم رو دوشته. من دوست ندارم تو ناامید اینجا بری. اگه اومدی چند روز وقت زندگی رو داشتی منو ببینی، فردا هم اینجا باش میام سراغت، نازتو برم. کوچیک بچهای تاجیکستان هستم، خاک پای همه شما. آره فردا میخوام یه ذره برقصم با چند تا آهنگ. آره فردا میخوام برقصم، یه دعای نیم ساعته میخوام بکنم. آره سربسته خودش میدونه، حامد اوله، حامد باید شفا بدم مریض. آره برادری دارم خیلی انسان خوبیه، خیلی آقاه، یه کار بزرگی برای من کرد. گفتم حاجی میخوام برات یه کاری بکنم، چیکار کنم؟ گفت همه چی دارم، هیچ چی نمیخوام. گفت فقط برای پسرم، بچه جوونه، یه مشکلی داره، یه مریضی داره، دعا کن که